این فیلم مخصوص کساییه که عاشق بازی کال آف دیوتی و دلتا فورس و یه چیزی تو همین مایه ها هستن. سلام مشتیا، امروز میخوایم بریم سراغ یه فیلم جنگی خفن به اسم وارفر که تو سال 2025 اومده و حسابی هم سر و صدا کرده. این فیلم رو ری مندوزا و الکس گارلند ساختن و مندوزا خودش یکی از نیروهای ویژه و نیروی دریایی آمریکا بود و داستان فیلم هم بر اساس تجربه واقعیش توی عراقه. داستان فیلم بر اساس واقعیت و برمیگرده به سال 2006 توی عراق که یه جوخه نیروی دریایی برای پشتیبانی و ترور اعزام میشن و کلی اتفاق براشون میفته و این فیلم واقعیتی رو براتون منتشر میکنه که واقعا نفستون بند میاد تا بفهمی وسط میدون جنگ چه اتفاقاتی که نمیفته. قهرمان اصلی داستان ری مندوزا یه افسر ارتباطات نیروی دریاییه که به همراه تیمش مأموریت داره توی منطقه خطرناک توی عراق رو زیر نظر بگیره. توی این تیم سم، اریک و شخصیت‌های دیگه مثل الیوت هم حضور دارن. همون اول می‌بینیم که این جوخه دست به چیز با فیلم‌های شیطانی دارن حسابی کیف می‌کنن و می‌ترکنن و قبل عملیات یه سرعتی ریز می‌خوام بزنن. شب که میشه تیم ری برای یه شبیخون میرن تو شهر رمادی عراق و دنبال یه مکان برای کمین کردنشون میگردن تا بازار روبروشون رو زیر نظر بگیرن. پس با کلی احتیاط میرن توی خونه. واقعا استرسش بالاست. چی میکشن این بدبختا؟ شروع میکنن به پاکسازی خونه و اون بدبختا رو میگیرن و خفت میکنن و به عنوان گروگان نگهشون میدارن. وقتی به یه دیوار مشکوک میرسن شک میکنن به قضیه که چرا وسط راهپله دیواره. پس شروع میکنن به خراب کردن دیوار و میفهمن آپارتمان جداست و اوضاع بد جور به هم میریزه. اما پاکسازی رو با موفقیت انجام میدن. یه پهپادم دائما موقعیتشون رو چک میکنه تا دشمن رو شناسایی کنن. وقتی هوا روشن میشه اونا توی موقعیتاشون مستقر میشن و شروع میکنن به جاسوسی کردن و کل اون منطقه رو تحت نظر میگیرن و بهشون میگن که عملیات موفق بود و مأموریت جدیدی بهشون میدن. الیوت که تکیل اندازه یه مورد مشکوک رو زیر نظر میگیره و حسابی ترسیدن و فکر میکنن که لو رفتن، اما بی اهمیت به موضوع به کارشون ادامه میدن. این سربازا اصلا روی هدف و ساختمون روبروشون حس خوبی ندارن و مشکوکن که لو رفته باشن و این فعالیت مشکوک میبینن. ری شروع میکنه به گزارش دادن به مرکز که دارن بهشون نزدیک میشن و اوضاع داره خطرناک میشه. اما بعد چک کردن دوربینا بازم ضایع میشن و میبینن نه خبری نیست. وقتی اوضاع داشت آروم پیش میرفت یهو سر و صدای افراد دشمن میاد که دارن میان توی شهر تا مردم رو برای جهاد علیه این سربازای آمریکایی بیچاره آماده کنن. فرانک هم به یه پژو آبی که وارد میدون شده مشکوک میشه که یکیشون با اسلحه رفت تو و بعدم یه دسته دیگه آدم اضافه شدن. فکر کنم حسابی قرار قاراشمیش بشه. وقتی الیوت داشت ادامه کشیکو میداد خبر نداشتن که لو رفتن و غافلگیر میشن و از اون سولاخ اول با نارنجک ازشون پذیرایی میکنن و انفجار بدی رخ میده و همه رفتن تو شوک. اما خیلی زود به خودشون میان و خودشون رو جمع و جور میکنن. حالا تیراندازی ها شروع میشه و شروع میکنن تیربارون کردن دشمن و موقعیت رو پوشش میدن تا افراد زخمی خودشون رو نجات بدن. و وقتی سنگر گرفتن الیوت سگجون یکم زخمی بود فقط. اونا با پایگاه هماهنگ میکنن اما نه خبری از پوشش هوایی است نه خبری از کمک. پس خودشون دست به کار میشن. اول همه مهمات رو جمع میکنن و به آخرین گلوله خودشون رو مجهز میکنن و آماده فرار میشن. حالا تیم فرار رو شروع میکنه و اونجا رو میترکنن تا ردی نمونه. اما وقتی میان طبقه پایین میفهمن که تلاششون ناموفق بود و هنوز توی محاصره دشمن هستن و اریک نقشه جدید رو بهشون میگه. اریک که فرماندهشونه از سم میخواد تا یه سر به تامی و الیوت بزنه چون نارنجک جلوش افتاده و ممکنه جر خورده باشه. همه چی آماده فرار و نیروی کمکی توی راه و دارن نزدیک میشن و فرانک یه دودزا میندازه تا یکم سخت دیدشن و بتونن یواشکی و بدون تلفات در برن. اون دوتا مترجم بدبخت رو اول به عنوان تومه فرستادن تا خبری نباشه و بعدم خودشون شروع میکنن به حرکت و یهو بوم اونا توی کمین دشمن افتادن و تبدیل به املت گوشت شدن. کارش کار میکنه دود آتیشه. یکی از سربازا به هوش میاد و میفته دنبال بقیه تا ببینه کی زنده مونده. اما یه تعدادشون تیکه پاره شدن و همه جا پخش شدن. واقعا آدم دل میخواد تا این صحنه رو ببینه. بیشترشون کم کم به هوش میان و به هم کمک میکنن و دوباره میرن تو خونه.
بد جور زخمی شدن و دوباره درخواست کمک میکنن، اما این بار کمک هوایی و اون ری هم اون بیرون با دشمن درگیر شده و به همرزماش کمک میکنه و درخواست کمک میکنه، اما کسی نمیاد و میره ببینه اون تامی پوفیوز تخماشو گم کرده و هنگه. اصلا هنگه اریک به خودش ریده و نمیدونه چی کار کنه. شروع میکنه به گزارش دادن که یهو دشمن پیداش میشه و شروع میکنه به بمب انداختن سمت سربازا و حسابی زخمیشون میکنه و داغونه. وقتی میبینن خبری از کمک نیست، درخواست یه حمله هوایی رو میدن تا بترسونن دشمنو و تو این فاصله هم زخمی‌ها رو رسیدگی کنن. بالاخره نیروهای کمکی میرسن و با دشمن درگیر میشن و حسابی زیر آتیش دشمن گیر میافتن، اما این بدبختو کم نمیارن و به راهشون ادامه میدن تا میرسن به اریک و گروهش. اریک حسابی وضعش شخمی و نمیتونه فرماندهی کنه، پس از جیک میخواد که این کارو براش انجام بده. جیک هم دستور میده تا دوباره عملیات پاکسازی رو شروع کنن و از روی پشت بوم با دشمن درگیر بشن. افراد روی پشت بوم هم هر چی تلاش میکنن بابا این لامصبا تموم نمیشن و نمیتونن کاری کنن، پس عقب نشینی میکنن و میاد داخل. واقعا اوضاع پیچیده ایه. حالا از پایین شروع میکنن به حمله و شانسشون رو امتحان میکنن و دست از پا دراستر بازم برمیگردن داخل. همه توی موقعیتاشون مستقر میشن تا نفر برا برسن و شروع به حرکت کنن و مجروحا رو با خودشون ببرن، اما لعنتی‌ها ولکن این سربازای بدبخت نیستن و تیریه که به سمتشون میاد و موفق شدن بالاخره مجروحا و یک سری از افراد رو تخلیه کنن و بقیه بازم عقب میکشن و برمیگردن داخل. جیک میاد یه حرکت سوسکی میزنه و برای اینکه دشمن رو از روی روف خونه ها پاک کنه از تانکا میخواد به سقف‌های همه خونه ها، حتی خونه‌ای که خودشون توش هستن، شلیک کنن و بازم شانسشون رو امتحان میکنن و با دشمن درگیر میشن و موفق شدن. بالاخره همه سوار شن و از این مهلکه جون سالم به در ببرن و برگشتن پایگاه. این تجربه وحشتناک تأثیر عمیق روی روح و روانشون گذاشته و نشون میده که جنگ فقط فیزیکی نیست بلکه روانی هم هست. همه سربازای دشمن میان توی خیابونا و عملیات کشتن آمریکایی‌ها ناموفق تموم میشه براشون. فیلم وارفر فقط یه فیلم جنگی نیست بلکه داستانی از شجاعت، فداکاری و واقعیت‌های تلخ جنگه. این فیلم به ما نشون میده که پشت هر مأموریت انسان‌هایی با احساسات و ترس‌هایی وجود دارن. این فیلم بر اساس یه داستان واقعی بود و نمره خفن 7.5 رو از IMDb گرفته. امیدوارم از این فیلم نهایت لذت رو برده باشید و حتما به پلیلیست اکشن ما سر بزنید و بازم با لایک و ساب از من حمایت کنید و منتظر کامنتاتون هستم. بای بای.